با پایان خدمت سربازی که روز 9 مارس در مرز تاجیکستان و قرقیزستان از طریق مرزبان قرقیز کشته شد، یک ماه دیگر مانده بود. سنت الله محمودوف 21 ساله همچنین میبایست 25 مارس به دهه‌اش می آمد تا به دیدار اهل خانواده رسد. پدرش که 4 سال اخیر به وطن نآمده بود و در روسیه مهاجر است، قرار بود بعد ختم سربازی پسرش برگردد، ولی خبر مرگ پسر او را پیش از مهلت به خانه آورد. صبح روز 8 مارس بگوی زنگ زدیم، گفت که دادا جان من با 25 مارس در خانه میشم. خیلی خیلی دیگر نصیب روز 10 مارس ساعت 1 راه زنگ زدن گفتن که کار خیلی شدگی در پول تیر خوردگی بخیزی بیه. من خیستم اومدم. سنت الله محمودوف در تماس اخیر 8 مارس را به مادرش تبریک کرده خبری به تعطیل آمدنش را رسانید، ولی یک روز بعد کشته شد. این خانواده میگوید که سنت الله محمودوف پسری بزرگشان بود که بعد ختم مکتب اختیاری به سربازی رفت و از خدمتش راضی بود. هر فرزند داریم خیلی به همین دل به همین کسب دیم. همیشه نصیب و تقدیر از خداوند میبینیم. همیشه از مقامات ناحیه عبدالرحمن جامع گفتند که یاد و نام سربازی که در مرز و برای حمایت وطن کشته شد زنده می‌دارند. مؤسسه تحصیلات ملی رقم 3 به نام شهروند سنت الله محمودوف گذاشته می‌شود. سنت الله محمودوف که در نتیجه تیراندازی در یک دهه مرزی اسفر روز 9 مارس کشته شد، روز 12 مارس در جماعت قدرین غیاسوف به خاک سپرده شد. مقامات دو طرف همدیگر را به برانگیختن مناقشه متهم کردند. قریب نصف 970 کیلومتر سرحد تاجیکستان و قرقیزستان تعیین و نشانگذاری نشده است و نامعینی هر سری چند وقت سبب بحث و مناقشه های مسلحانه بین دو همسایه می شود. نیزای خونبارترین میان دو همسایه اخیر ماه اپریل سال 2021 رخ داد و 10 نفر از هر دو طرف کشته و زخمی شدند.